قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله رب العالمین. 10 سال اول بعثت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، در 10 سال تمام ترکیز و اهتمام کلی اسلام و رسالت اسلام تنها تثبیت و ترسیخ و تحکیم عقیده توحید بوده. به عباره دیگر، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. ایمان و عقیده به می کلمه که این کلمه به نام کلمه توحید یاد میشه و به توسط این کلمه تمام مسلمان های جهان وحدت پیدا میکنه و وحدت بندگان خداوند است که به توحید خداوند ایمان میارند. و امی کلمه، امی عقیده تمام امت اسلام را در یک محور و در یک نقطه عقیده جمع میکنه و او توحید خداوند است. 10 سال اول رسالت حضرت رسول مصروف تثبیت امی عقیده توحید که این عقیده متاسفانه از دو جامعه که حضرت رسول به اونجا پیدا شده بودن و مبعوث شده بودن، و جامعه شرک بود، جامعه توحید نبود، به ضد توحید بود. و رسول کریم صلی الله علیه و سلم و اتباع که به تعداد کمی، اتباع قلیلی که داشتن و کمی که داشتن، در راه تثبیت از این عقیده بسیار زیاد اذیت و زجر و عذاب دیدن. و در خلال این عذاب و عذابی که اذیتی که رسول کریم صلی الله علیه و سلم و اصحابشان تحمل کردن، 2 روز در حیاتشان، در طول حیات رسول کریم صلی الله علیه و سلم، اما فاجعه بارترین و دردناکترین 2 روز، البته 10 سال کامل حیات مکه مکرمه بعد از بعثتشان کل زی حیات مشکل و حیات شاق و مشقت بار بود و پر از اذیت و عذاب بود بر رسول کریم صلی الله علیه و سلم و اصحابشان. مگر باز هم در تمام 23 سال رسالت حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم 2 روز در حیاتشان بسیار فاجعه بار است که یک روز ازی بعد از هجرت، در سال 3 هجرت، به روز غزوه احد است. در اون روزی که 70 صحابی حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم شهید میشن، به شمول سید الشهدا حضرت حمزه ابن عبدالمطلب، کاکای حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم. و مشکل، مشقت از روز حتی به شخص حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم هم میرسه و روی مبارکشان زخم میبرداره و دندان مبارکشان شهید میشه و خون از جسم مبارک جاری میشه. و حتی اشاعه ازی که مشرکین صدا میکنن که ما محمد را کشتیم
این صدا هم بالا میشه و بعضی از مسلمان ها وقتی که این را میشنون البته فهمیده میتونیم که چی تأثیری برای با اونها می داشته باشه. و روز دیگری که او دردناکترین روز است، او روزی است که در سال دوم بعثت حضرت رسول پیش از هجرتشان به 3 سال یا 2.5 سال، ای در طائف واقع میشه و این سال به صورت کل سال دوم بعثت حضرت رسول به نام عام الحزن یاد شده. عام الحزن یعنی سال غم و اندوه یاد شده. در این سال به فاصله بسیار کم در خلال 1 ماه رسول کریم صلی الله علیه وسلم 2 پشتیبان و حامی و همکار نزدیک خود را از دست میتن. در خانواده حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم 2 واقعه دردناک واقع میشه. یکی وفات حضرت ام المؤمنین سیده خدیجه رضی الله عنها، همسر اول و محبوب حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات میکنن و همچنان کاکایشان ابو طالب، ولو که اونا در او وقت یا مطابق نظر اهل سنت اونا ایمان نآورده بودن، مگر به حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم بسیار نزدیک بودن و یکی از حامیان بسیار پرقوت و بسیار نزدیک حضرت رسول بود و رسول کریم صلی الله علیه و سلم ابو طالب را به منزله پدر خود دوست داشتن، چون در طفلی بعد از وفات مادرشان و جدشان، چون ابو طالب برادر سکه عبدالله پدر حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم بود و رسول علیه السلام بعد از وفات جدشان بعد از 8 سالگی در کفالت و سرپرستی امی کاکای خود ابو طالب به سر می بردن و از این لحاظ علی بن ابی طالب رضی الله عنه به نظر حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم حیثیت فرزندشان را دارند، چرا وقتی که حضرت رسول ازدواج کردن مثل که در خردی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در منزل ابو طالب زندگی میکردن، حضرت علی در خردی و طفلیشان در خانه در منزل حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم در کنار حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم به مقام فرزندشان زندگی میکردن. ابو طالب هم وفات میکنه و این البته مثل که برای رسول علیه السلام دردناک میباشه، برای مشرکین بسیار خوشایند میباشه. فکر میکنن که حضرت محمد 2 بازوی خود را از دست داد، حال بسیار ضعیف شد و یکی از دلایلی که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و بعد از او به حضرت عایشه نامزد میشن و ازدواج نمیکنن و در حالی که او سن بسیار خرد میباشه، او در حقیقت تنها هدف این نمیباشه که حضرت عایشه را بگیره و چیز بکنه، هدفی میباشه که همین خالیگاهی که از بین رفتن حضرت خدیجه و ابو طالب واقع شده، این خالیگاه به زودی به یک شخصیت دیگه بسیار بزرگ و قوی و پر شود که او ابوبکر صدیق رضی الله عنه. ابوبکر صدیق ولو که صدیق و دوست و قریب رسول کریم صلی الله علیه و سلم بودن، اما داخل شدن در چوکات خانواده و فامیل و بسیار اهمیت حمایت و قوت حضرت ابوبکر صدیق بالا می برد. تنها این 2 وفات سبب از این نبود که رسول علیه السلام او سال را نام از او سال حزن بگذارن، بلکه سال حزن چون در این سال
رسالت حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم به کلی توقف کرده بود. به کلی هیچ روزی، یک روزی نبود که کدام کس فرد جدید مسلمان شود. و دشمنی مشرکین و اهل مکه او هم زیادتر شده بود و تقویت پیدا کرده بود. و از اون لحاظ رسول اسلام با سیستم یا اسلوب روش دعوت خود یک تغییری را خواست تست کنه و یک تغییری بیاره و برای بار اول از فرط مایوسی و ناامیدی از اهل مکه خواست که یک سفری به طائف بکنه. طائف یک شهر، یک صیفیه بسیار مقبول در جزیره العرب تا امروز است و او فاصله 110 یا 114 کیلومتر از مکه مکرمه به واقع است و یک منطقه بلند تقریبا 2000 متر ارتفاع از مکه مکرمه است و همیشه اونجا هوای بسیار گوارا داره و اونجا و بزرگان سرمایه‌دار عرب و بعضی از بت پرستا از بت‌های بسیار معروف هم در اونجا بود در طائف. و در این حال رسول کریم صلی الله علیه و سلم خاطره زندگی طفلی خود را در طائف داشت، در حواله طائف، برای که امو ایام شیرخوارگی را به طائف برامو مربوطات طائف در قبیله بنی سعد تیر کرده بودند و از خود خواهر رضایی داشتن و یک فامیل رضایی داشتن و فکر کردن که اونجا ممکن است یک راهی برای این رسالتشان واز شود، برای قبول دعوتشان. با این مفکوره با پای پیاده همراه یکی از اصحاب بسیار نزدیکشان که او زید بن حارثه رضی الله عنه است. زید بن حارثه یکی از 4 مؤمن اول برای حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم است. 4 اولین یا اولین های 4گانه که اولین از او حضرت خدیجه کبری رضی الله عنها است، اولین مؤمن برای رسول کریم صلی الله علیه و سلم به نمایندگی از طبقه زن، و اولین طفل علی بن ابی طالب رضی الله عنه است، اولین غلام زید بن حارثه رضی الله عنه است، اولین مرد ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. این 4 نفر اول است که به ایمان و رسالت اسلامی اینا تمسک میکنن و ایمان میارن. این زید بن حارثه که اول غلام خدیجه بود و به رسول اسلام اهدا کرد و او را حضرت رسول آزاد کردن و از او بعد از آزادی پدرش و کاکایش اینا آمد که او را برا او را قبول نکردن و گفتن که خدمت حضرت رسول برای ما مرجح تر است، ما به خدمتشان می باشم. باز حضرت رسول را به بچه خود یعنی تبنی کردن، پسرخواندهشان شد تا وقتی که نظام پسرخواندگی لغو شد در اسلام. باز بعد از پس او زید بن حارثه شد. به هر صورت او باز در طول زندگی خود در خدمت حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم بود و بالاخره او در سال 8 در غزوه موته شهید میشه. و در این سفر طائف زید بن حارثه رضی الله عنه همراه رسول کریم صلی الله علیه و سلم میرن. 10 روز در طائف می باشن. چون این قسمت را در برنامه‌های دیگه ما مفصل گفتیم، فقط من نتیجهش میگم که سفر طائف از مکه هم بدتر موجب اذیت و عذاب حضرت رسول شد و رسول کریم صلی الله علیه و سلم هیچ کسی از اهل طائف در خلال 10 روز رسالت حضرت رسول قبول نکردن. و از این لحاظ حزن، امی که حزن میگن که سال حزن، این عظمی یعنی اندوه و غم حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم از این لحاظ بود که این رسالت شخصی اونا نبود یا بزنس شخصی از اونا نبود، این رسالت خداوند بود. با امر خداوند این دعوت را رسول کریم صلی الله علیه و سلم شروع کرده. مطابق امر خداوند اونا
این رفتار کرده، مگر و میفهمید که هدایت به دست خداوند است. اگر خدا هدایت بکنه مردم به این دین داخل میشن، مگر آیا خداوند که هدایت نمیکنه حکمت از او چی هست؟ ممکن است نقطه یأس حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم دری بود که شاید، یعنی بسیار میترسید، بسیار دردناک بود برش این که تصور بکنه که ممکن است خداوند اعتماد خود را پس گرفته، ممکن است خداوند امیر رسالتی که بر زنا داده بود اینا را فعلا شایسته از این نمیدانه که هیچ کس به این رساله به این دین داخل نمیشه. این دردی بود و این احساسی بود که رسول کریم صلی الله علیه وسلم فوق العاده آزار میداد. از این لحاظ وقتی که مایوس شدن از طائف و از اهل طائف برگشتن، به حالتی بود که سنگها انداخته شده بود به طرفشان، دا و دشنام و گستاخی و اینا شده بود، بسیار با سفاهت و حماقت با اینا پیش آمد شده بود. اینا به یک فاصله 3 مایلی بیرون طائف در کنار یک باغ، یک بستانی که او از عتبه و شیبه پسران ربیعه بود، در اونجا خواستن یک چند لحظه تکیه بکنن و استراحت بکنن که در امو حالت یأس و در اندوه نهایی، وقتی که انسان مکلف در یک امر، در یک تکلیف شرعی یا قانونی یا تکلیفی که انسان می داشته باشه، تا حدی که در توان انسان است، با تمام وسایل و امکاناتی که در دسترس انسان است، باید مساعی نهایی خود را به خرج بده. و اگر با وجود از اون نمیشه، نتیجه به دست خود انسان نیست. لیس للانسان الا ما سعی. انسان فقط سعی خود را و کوشش خود را میکنه، نتیجه و توفیق به دست خداوند است و وظیفه انسان با اون سعیش انجام میشه. مگر وقتی که به نزد رسول کریم صلی الله علیه و سلم این درد، این اندوز که آیا اعتماد پروردگارش سلب شده از پیامبری و رسالت از اینا، در این وقتی است که دیگه هیچ چاره نیست و انسان مؤمن همیشه وقتی که راه ها را بسته میبینه و هیچ راه دیگه نداره و هیچ دعا همیشه دروازهش واز است. مگر دعا معنایش این است که به عوض کار و فعالیت و مساعی و امکان و وسایل ما تمام از را بانیم عوضش دعا بکنیم. فرض کنیم که ما میخوایم بریم یک سفری بکنیم به 100 مایل و او را نه به موتر بالا شیم، نه او را چالان کنیم، نه حرکت بکنیم، نه و به جای ششته ما دعا کنیم که ما را خدا برسان بونی. اونطور نمیشه و باید تمام امکانات و وسایل گرفته شود. یا مریضی که واقع میشه و ما با در اکسیدنت زخم به شفاخانه نریم، تنها دعا بکنیم. دعا درست است، مگر وقتی که تمام امکانات استعمال شد و تمام وسایل به کار برده شد، تمام مساعی انجام شد، باز هم اما مطلبی که او مشروع است و مطلب درست است و او تکلیف است بازم به دست نمیاد، این جایی است که باید به خداوند مراجعه شود، به خداوند توکل شود، از خداوند خواسته شود. و همین جایی است امو دعای معروفی سوزناکی است که رسول کریم صلی الله علیه و سلم در اینجا میکنن و او دعا را متن از و ترجمه از ما بارها گفتیم، فعلا تکرار نمیکنم. و در او دعا این وارد شده که یا الهی اگر تو بالای ما غضب نباشی دیگه همه چیز ما قبول میکنم، هر چیز درست است، تو پروردگارم هستی، ما هیچ لا حول ولا قوة الا بک، ما خدا به تو سپردیم و تنها چیزی که ما میخوایم امیست که تو بالای ما غضب نباشی. ای که ای قوم به حق ما چی کرد و ای که به جان ما زخمی است، به سر ما سنگ پرتاب شده، به من دشنا، ای کل زی قابل ای تحمل است
مگر یک چیزی که از تحمل من بالاست، او غضب توست، او رو نمیتونم. و وقتی که این دعا میشه و نتیجه زیرا فوراً میبینه حضرت رسول، اما خادمی از او باغ، او یک به امر صاحب باغ یک طبق انگور برش میاره و رسول کریم صلی الله علیه و آله او را بسم الله یک دانه انگور میگیره و یک بسم الله یک جرقه بود که در قلب زمین خادم که نام ازی عداس است ای داخل میشه و ای میگه که این کلمه را خب من این در ملک هیچ نشنیده بودم. این چه قسم است این کلمه؟ تو کی هستی؟ رسول الله از او پرسان میکنه که تو کی هستی و تو از کدام شهر هستی و تو چی دین داری؟ او میگه من عداس هستم، من از نینوا هستم، من نصرانی هستم. رسول الله میفرماید که نینوا او اموشا بلد اخی یونس ابن متی، میگه تو از اموشار سرزمین برادر من یونس ابن متی هستی. یادم ایران میشه، میگه یونس ابن متی رو تو چی میشناسی؟ او رو از کجا فهمیدی؟ میگه بله یونس ابن متی کان اخی، هو اخی کان نبیا و انا نبی مثلو. او برادرم است، او پیغمبر بود و من مثل از او پیغمبر هستم. اون بود که این آدم ایمان میاره و قصه ازی زیاد است. به هر صورت وقتی که در بازگشت در یک منطقه که او به نام قرن المنازل یاد میشه و او یکی از میقات های حج است و مردمی که از طریق طائف یا نجد یا از طرف بعضی مناطق شام یا عراق اینا از اون راه میان، در اونجا اینا احرام میکنن به حج یا عمره. در اونجا جبرائیل ما و مطلب حل میشه و یک مرحله که کلانی امی 10 سال که سال اخیر ازی سال حزن و اندو بود یه از بین میره و جبرائیل ما برای حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم میگه امرای ما خداوند ملک جبال روان کرده، فرشته کوها را که فرشته که کوها به امر ازو است یا امر کوها به او تعلق داره روان کرده و خداوند فرموده که خداوند دعای تو را شنید، خداوند آنچه که دشمنای تو در حق تو گفت او را شنید، آنچه که در حق تو کردن او را دید، دعای تو قبول شد، ملک جبال حاضر است به امر تو که اگر خواسته باشی کوههای مکه به سر دشمنان تو منطبق شود، اینا به زیر کوها آرد شوند و اهل طائف و هر دشمن تو اگر خواسته باشی ملک جبال حاضر است. این جای است که درد قلبی رسول کریم صلی الله علیه وسلم از بین میره. او دردی که او خوف غضب خداوند و یا عدم اعتماد خداوند یا عدم ادامه اعتماد خداوند برای حضرت رسول بود، او خوف از بین رفت. باقی معامله رسول کریم صلی الله علیه وسلم با قومش و با اشخاص هیچ اهمیت نداره و گفته بود او دعایش که ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اگر تو بالای من غضب نباشی من هیچ پروا ندارم. و بعد از او رسول کریم صلی الله علیه وسلم برای قوم جفاکاری که در طائف و در مکه و هر چیزی که به حق از اینا کرده بود، عظمت حضرت رسول کریم ای رحمت للعالمین. شما ببینید در عمل و راستی کسی که به دشمن خود رحمت میکنه، به دشمن خود برای اونا دعا میگه خدایا تو اینا را هلاک نکو بلکه اینا را هدایت بکو، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدا تو اینا را هلاک نکو، اگر اینا به تو ایمان ناوردن و مرا آزار دادن، مرا عذاب کردن، اینا خیر است. ممکن است در اسلاب زینا، در نسلها و اولاد زینا در آینده ای تو کسایی باشن که اونا به تو ایمان بیارن و عبادت تو را بکنن. از این لحاظ اینا را هلاک نکو. اللهم اهدی قومی فانهم لا یعلمون. اینا نمیدانن، اینا جاهل هستند. یعنی برای اینا دعای عوض دعای هلاک دعای نیک کرد رسول کریم صلی الله علیه و صلی الله و سلم و بارک علی عبده و رسوله سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.